امروز 12 تیر 1402 است و اینکه من نزدیک دانشگاه گیلان هستم. امروز روز جشن فارغ التحصیلی ولیای 98 دانشکده هنر و معماری هست. میخوایم بریم ببینیم چه خبره، چه جوریه. منم هستم، بریم ببینیم جشن چجوری برگزار میشه. ساعت 2 و پشت تالار حکمت هست، جایی که قراره جشن در واقع برگزار بشه. قراره که جشن ساعت 3:30 شروع بشه و بریم لباسا رو بگیریم و یکی از اساتید معماری که این شاهکار چنین از مدیریت محترم فرهنگی دانشگاه دکتر خانم مقدم، از مسئول فرهنگی دانشگاه خانم دکتر قوت الله و همینطور دعا کنیم. سرزمین نیاکان و گذشتگان ادا کنیم. در ادای وظایف متعهد مسئولیت پذیر و رازدار باشیم و همواره در سراسر زندگی خب این برنامه هم با یه لوح تقدیر، یک گل و یک تندیس بله تموم شد. رفتیم بالا گرفتیم، با اساتید عکس گرفتیم و همین تموم.